به نام خدا. استاد حمید میرکازایی مشغول به دوش تلفنی شرکت افق‌گستران هاشمی بغلش بجن. آفرین. به آقای حمید چیکار میکنی؟ دارم علمدوش تلفنی رو تلفنی یا اینجا میبندم. چون پلوندش کن. چون بلون بکنیم چون پلوندک یه دونه دیگه پیچ بده استاد میلاد. بیا. اینم شوت بلوند. اینم عظیم. شلنگاش حالا ببن. اینم کاوه. کاورش جا بدون. آقای امیرینا رو چرا میگن دوش تلفنی؟ چون دقیقا مثل تلفونه. با این دوش تلفنی هم میشن زنگ بزنی؟ آره چرا که نمیشه؟ بلوتوز هم میخوره یا نه؟ بلوتوث هم داره، مادم قرمز هم داره. یکی به من گو حرف میزنن، راسته یا دروغی؟ حرف چیه؟ رقصم میگه. میگه خود به خودکار میگه آب باز میشه خودش آدم میشوره، راسته یا دروغه؟ آره بابا. ساخت کجاه؟ ساخت لس آنجلس. لس آنجلس میگه کلا آتیش گرفت. اگه قبلی هم نمیگم. اینم قبلیه داداش. چند سال مشغول به این کار هستی؟ 21 و کپ چوندی. چند؟ 21 و کپ چوندی. خب 21 و کف چوندی چند تا میشه؟ یعنی 7-10 سالی میشه داداش. خب تو چرا پیراهن دست پشت تونگه؟ پسا خوردنش داداش. کی؟ پسا. پسا؟ پسای مولوک. پسا یا داراب؟ گوسفندا. پسا یا داراب؟ نه. و تو میگی پسا؟ نه لامر. گوسفندای مولوک. یا شهر بابک؟ گوسفندای مولوک. شما با سمد امیری چه نسبتی داری؟ کروزر ناکروزر هیل داداش. از طرف پیروگ یا بلوگ؟ از طرف بلوکش. هم فامیل تو امیری هم اون. آره دیگه. ها؟ و اصغر عبدالله زاده چی کاره ای؟ ناکروزر. از کدوم طرف؟ از طرف گوندا. نگاه کن آقای حمید، جون. یه لحظه صورت برگردون. برگردوندم جونم. تو نگاه کن جون. الان این دوش همون از کف تا جایی که استانداردش هست چند سانت باید باشه؟ 1 متر تا 1.20 باید بلند باشه تا قشنگ رو ناف آدم باشه که آدم بتونه شیر و بازو بسته کنه. تموم شد؟ او گردنش یکم بیار بالا. گردنش هم میاریم بالا. ها این هم اون از پشت ثبت کن. این وامیسته. لایک داری؟ دایکم داریم.